امروز 24 فوریه است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخوجی هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع صحبت میکنیم. موردهای سیرویتی کوروناویروس در ایران زیاد شد. همسایه کشورها و تاجیکستان واکنش به وضعیت پیش اومده را بررسی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز تصمیم‌های خودش را در روزهای نزدیک خواهد گرفت. تلاش نوبتی برای جلب سیاحان. تاجیکستان مهلت ویزا را برای شهروندان خارجی درازتر و نرخ آن را کمتر کرد. توجیکستان کشوری کوهی است. مخصوصا برای تماشای کوههای پامیر وقتی بیشتر لازم است تا توانیم از جایهای گوناگون تاجیکستان هم دیدن کنیم. و داد از دست شکارچیان در افغانستان با وجود منع بودن ساکنان جانوران نادر را شکار میکنند. کاوگ شکار میکنیم، کاوگ زری میگن یک چیز از 14 او را شکار میکنیم، کبوترهای کوهی را شکار میکنیم، کفترهای کوهی را شکار میکنیم. در پی افزایش حالت سیرویتی کوروناویروس در ایران، ایتالیا و کره جنوبی نگرانی زیاد شده است که ویروس به پاندمی یا خود سیرویتی سراسری در جهان تبدیل می‌یابد. روز 24 فوریه سیرویتی کوروناویروس و یا به اصطلاح کووید 19 در افغانستان، بحرین و کویت به خیل گرفته شد. تاجیکستان که قبلا рафтуомади با چین مرکزی سیرویتی ویروسی نو را قطع کرده بود، حالا پروازها را به ایران نیز بازداشت. برای یوسفی با تفصیلات بیشتر. در پی خروج و فوت 8 نفر از ویروس نو در ایران، تاجیکستان همه پروازها از دوشنبه به شهرهای ایران را قطع می‌کند. آژانسی هوانوردی ملکی تاجیکستان با ارسال نامه به شرکت وارش ایرلاینز و تاجیک ایر خواسته است پروازها را موقتا به ایران قطع کنند. ما درخواست کردیم به وارش ایرلاینز با شرکت‌های خودمون وارش ایرلاینز درخواست کردیم که تا معتدل گشتن وضعیت پروازها را منع کنند. فعلا تاجیکستان به خاطر خروج ویروس نوی کووید 19 پروازها و همه رابطه‌های زمینی با چین را قطع کرده است. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان هم گفت وضعیت پیش آمده با خروج کرونا ویروس در ایران را مورد آموزش قرار داده در نزدیکترین فرصت تصمیم نهایی در همه گونه رابطه‌ها با این کشور گرفته می شود. مسئله از مد نظر وزارت دور نیست. فکر میکنم دیگر وزارت‌های مربوطه نیست در پی همین مسئله هستند امروز و شما هم خودتون شاید الکی آگاهی پیدا کرده باشید. بعد از بررسی عمیق، بعد از بهاگذاری نمودن به وضعیت ایران، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نیز تصمیم‌های خودش را در روزهای نزدیک خواهد گرفت. آخرین پرواز شرکت وارش ایرلاینز صبح امروز 24 فوریه از فرودگاه دوشنبه انجام شد و پرواز بعدی روز پنجشنبه در نقشه بود. تا امروز از دوشنبه به شهرهای مشهد و تهران اساساً شرکت ایرانی وارش ایرلاینز پرواز انجام میداد. پس از خروج کرونا ویروس در چین، هر نفری که از آن کشور وارد تاجیکستان میشوند 14 روز زیر نظارت ویژه طبیبان قرار میگیرند. تا 21 فوریه 1099 نفری که از چین برگشته بودند تحت کرانتین قرار داشتند و بیشتر از 800 نفر آنها رخصت شدند. از شماره عمومی 125 نفر شهروندان چین بودند. حالا 288 نفر تحت نظارت ویژه طبیبان قرار دارند. بینندگان عزیز، طبق خبری که همین حالا به دست من رسید، امروز مقامات ایران خبر دادند که 12 نفر در این کشور از سیرویتی ویروسی نو فوتیده، شماره بیماران آن به 61 نفر رسیده است. به همین ترتیب ایران دومین کشور دنیا با بالاترین تلفات از بیماری ویروسی نو می باشد. باید گفت که اکثر موردهای بیماری در قم بودند و مقامات рафтуомади مردم را به این منطقه منع کردند. با تصدیق مرگ 12 نفر، ایران به دومین مرکز کرونا ویروس تبدیل یافت. در تهران و شهرهای دیگر مکتب‌ها تا 25 فوریه بسته می‌مانند. به سبب سیرویت ویروسی خطرناک، زمان بازی‌های گوناگون ورزشی هم به تأخیر افتاده است. از جمله بازی فوتبال بین دسته سپاهان و پرسپولیس که قرار بود روز یکشنبه گذشته برگزار شود. مشکل و دشواری ممکنه وجود داشته باشد، ولی اینکه در دسترس نباشد به هیچ وجه. ما هیچ دارو و تجهیزاتی مورد نیاز برای بیماران کووید 19 نیست که به اون دسترسی ولو با دشواری نداشته باشیم. ولی کوچه‌های کم آدم و نوبت طولانی در نزد داروخانه‌ها بیانگر نگرانی افزاینده مردم است. رضا صفایی در داروخانه در تهران کار میکند و میگوید احتمال به زودی به مردم نقاب‌های طبی به پول دهند.
تو روزهای آتی هم انشالله شاهد باشیم که ماسک رایگان هم در اختیار مردم قرار بگیره و این نگرانی‌هایی هم که برای درخواست و تقاضای ماسک مقدار زیاد شده این هم کاهش پیدا کنه. خروج ویروس خطرناک کرونا در ایران به کار تاجران و مالکان آشخانه ها هم ضربه زده است. به گفته صاحبان بعضی از آشخانه ها در تهران، صفی مشتریان و همین طور میزان درآمد آنها رو به کمشوی نهاده است. 60% تا 70% افت کرده. مردم کبوتر خرید میکنن. کبوتر میان بیرون میترسن. کشورهای همسایه با ایران از جمله عراق و پاکستان، ترکیه، ارمنستان و افغانستان مرزهای خود را با جمهوری اسلامی بسته محدودیت سفر و مهاجرت را جاری کردند. حکومت افغانستان در ولایت همسرحد با ایران وضع فوق‌العاده اعلان کرد. فیروزالدین فیروز وزیر تندرستی افغانستان در نشست مطبوعاتی در کابل گفت که یکی از 3 حالت گمانبر شده در ولایت غربی هرات تصدیق شده است. 3 ساکنی هرات از سفر شهر قم به وطن برگشته و اکنون جدا از جامعه نگاه داشته می شوند. در چین نخست منبع کرونا ویروس بیش از 2500 نفر سیرویت دیده درگذشتند و شماره موردهای تصدیق شده به تقریبا 80,000 نفر رسید. بینندگان عزیز، ما در جریان برنامه باز به موضوع کرونا ویروس و توجیکستان برمیگردیم و یک اعلان دیگر نیز داریم. بخش توجیکی رادیو زودی در روز انتخابات پارلمانی 3 برنامه نیم ساعته خبری را تقدیمتان میکند. اگر شما روز 1 و 2 مارس به بخش‌های مستقیم آزادی ویدیو بپیوندید، از جریان برگزاری انتخابات در توجیکستان و لحظه‌های آوازدهی در مسکو و سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ آگاهی پیدا میکنید. اگر شما از زمان برگزاری انتخابات عکس و یا ویدیو میگیرید، لطفاً با ما بفرستید تا دیگران نیز ببینند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من بعد جهانگردان خارجی امکان سیاحت بیشتر رو در توجیکستان خواهند داشت. با یک قرار رئیس جمهور مهلت ویزای خارجیان تا 15 روز درازتر شد. قبلا خارجیان حق داشتند بر اساس раводиди یک دفعی فقط 45 روز در توجیکستان بمانند. این قرار به توجیکانی که شهروندی کشورهای دیگر می باشند سبوکی‌های معینی مد نظر دارد. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله در دوشنبه نظر خود جهانگردان خارجی را به این نوگانی پرسیدند. مارتین اورپان روزی دوم است که مهمانی تاجیکستان است. او برای سیاحت از اندونزی آمده است. تاجیکستان برای این جوان اندونزی 19مین کشور است. مارتین از شیوه دسترس کردن раводид خوشحال است، اما مهلت آن را کافی نمی‌داند. توجیکستان کشوری کوهی است. مخصوصا برای تماشای کوه‌های پامیر وقتی بیشتر لازم است تا توانیم از جایهای گوناگون تاجیکستان هم دیدن کنیم. مارتین از دراز شدن مهلت раводид برای خارجیان استقبال کرد. من طرفدار آنم که مهلت раводид بیشتر شود. تاجیکستان مهلت раводид یا ویزا برای شهروندان خارجی را دراز کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت مهلت раводид از 45 روز قبلی به 60 روز رسانیده شد. هرچند раводид در حدود 3 ماه یا 90 روز داده می شود، اما شهروندان خارجی مدت 60 روز حق بود و باش را در قلمرو تاجیکستان دارند. قرار دراز شدن مهلت ویزا برای شهروندان خارجی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور امضا شده است. در این باره سیراج‌الدین محریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز 18 فوریه در نشست مطبوعاتی به ژورنالیستان خبر داد. اگر شهروند خارجی خواهد روابط یک کرته طریق روابط الکترونی طریق اینترنت $30 آمریکا پرداخت میکند. اگر بسیار کرته خواهد همون 60 روزه میتواند 3-4 مراتب درآید برای تاجیکستان. این برای این раводид بسیار کرته $50 آمریکایی پرداخت میکند. تا امروز شهروندانی بیش از 80 دولت به تاجیکستان بدون ویزا سفر کرده، اکثرشان به واسطه در فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه ویزا میگیرند. بر علاوه این راه گرفتن ویزا مراجعت به کنسولگری تاجیکستان در خارج است که متد آنلاین ویزا هم فعال می باشد.
تغییرات نو در نظام ویزا در تاجیکستان را اکثر خارجیانی که از این کشور دیدن میکنند خوش پذیرفتند. این به ما امکانات بیشتر می‌دهد که برای سیاحت هرچی بیشتر سفر کنیم. طبعا می‌دانید ساحه توریسم برای کشورها مهم است و هم می‌تواند برای تجربه میان کشورها مساعدت کند. بر اساس آماری رسمی همه ساله بیشتر از 1 میلیون شهروندی خارجی از تاجیکستان دیدن می‌کند. همچنین در نظر است در نزدیکترین فرصت به زادگان تاجیکستان که شهروندی دیگر کشورها را دارند раводиди 3 ساله و سرمایه‌گذاری که به اقتصاد تاجیکستان بیش از 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند раводид یا ویزای 5 ساله داده خواهد شد. سروین روح‌الله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. میگذاریم به موضوع دیگر، یعنی به افغانستان، همسایه کشور تاجیکستان که در آنجا موضوع حفظ جانوران و پرندگان نادر داغ می شود. ساکنان در این کشور به منع بودن شکار جانوران در کتاب سرخ وارد شده بی‌اعتنایی می کنند. چون و چرا در گزارش نوبتی. صرف نظر از مانع‌ها در افغانستان شکار حیوانات و پرنده‌های نادر جای دارد. سعید حیات‌الله در بدخشان افغانستان با شکار مشغول است. 2 سال پیش پرزیدنت افغانستان اشرف غنی شکار حیوانات نادر را منع کرد، ولی حیات‌الله میگوید او به شکار گرگ و پرنده های نادر توجه دارد. از ماه قوس به بعد شکار خانوادگی ما علاقه داریم و شکار هم میکنیم و بیشتر در این مناطق از کوگ شکار میکنیم. کوگ زری میگن، یک چیز از 14 او را شکار میکنیم. کبوترهای کوهی را شکار میکنیم. کفترهای کوهی را شکار میکنیم. دیگه نمی جاندارایی را که حلال است که به حساب چیز است که از همیا شکار میکنیم. پوست حیوانهای نادر به بازارهای کابل راه می‌یابد. از آن پوستین، کلاه و دیگر اشیای ضروری استحصال میکنند. تاجر محلی احمد میگوید برایش از سراسر افغانستان پوست و محصولات چرمی میآرند. پلنگ کم یافت است، پوست های روبا پیدا میشه زیاد که تفنگ شکارش میکنند. شکار که کردن بازی چیز میکنند، پوستش چیز میکنند، پوست میکنند. ایره پوست که کردن بازی رو آش میتن. ایره در یک چیز است که مندازن آش میتن. ایره آش که دادن باز از او باز کل کارش خلاص میشه، پاک منظم میشه، باز از او جمع پرجور میشه. محصولاتی که از پوست حیوانات نادر آماده می شود ارزان نیست، اما شماره مشتریان هم کم نیست. برات خوش میآید. اون آقای جنرال دوستم ما می کلاه یکی رو خوش کرد. اگر میبینین کدام وقت اکسیشه این کلاه پوست گرگ داره. اداره حفظ محیط زیست افغانستان 550 نوع پرنده و 150 نوع حیوانات را در کتاب سرخش جای داده است، ولی شکار غیر قانونی همانا ادامه دارد. و یک خبر دیگر هم داریم. کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان در مذاکرات اخیر خود برای تشخیص و تبادل 23 هکتار قطعه‌های بحثی در موضع‌های مرزی دست یافتند. به قول یک منبع نزدیک به حکومت ولایتی سوخت ҳайатҳои دوجانب بعد گفتگوی 3 روزه شنبه گذشته به چنین نتیجه رسیدند. یک مصاحب رادیو آزادی که نخست نامش آشکار شود میگوید از جمله موضع‌های بحثی در ناحیه لیلک، باباجان غفورов، واروخ و بودکند قرغیزستان را در بر خواهد گرفت. ولی مقامداران قرغیز در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفتند در ملاقات بودکند مسئله تبادل مرز بررسی نشده است. بینندگان عزیز، شما میتوانید تفصیلات رو راجع به همین خبر، یعنی موضوع بحث مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان، در وبسایت رادیو آزادی بخونید. و با همین خبر برنامه امروز رو انجام میدیم. تشکر از یکایک شما برای همراهیتان. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز، شما میتوانید خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب چون همیشه گذاشته میشوند. یادتون نرود منصوب فردا همه شما را در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. تا فردا، خدا نگهدارت.